سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو آموزش نسخه فریفایر مد شده است. حالا بریم فریفایر مد شده رو یه چکی کوچیک بکنیم، بعد بریم آموزش رو بهتون بگم. حالا انصافا ستاش که عالیه، هر ستی بخوای 2203 داره، یه هر ستی بخوای با هر چیزی میتونی بزنی، خیلی خوبه، استفاده کنید. ولی یه مشکلی داره، نمیتونید بتل بازی کنید، نه بتل نه سی اس، فقط لون ولف و ترینینگ میشه با کلش غیر رنگ. حالا بریم یه دنس ها رو یه نگاه کنیم، چند تا دنس قدیمی ببینیم. خیلی دنساش عالیه، عالی، یعنی خدای خوبه. امیدوارم بتونید ازش استفاده کنید. حالا بریم 2 دقیقه دنس ها رو پیدا کنیم. دنس هاش اینقدر زیاده، با نیم ساعت بری پایین تا دنس قدیمی رو پیدا کنی. حالا چند تاش خودم از قبل پیدا کردم، بقیه‌شون رو الان دارم پیدا میکنم. گاناش هم با هم میبینیم، پروفایل هم با هم میبینیم، همه چیز الان با هم میبینیم. خیلی خفن. ببینیم محسید بچه ها، یکی از دنس ها پیدا شد. دنس لید بومب و بحبه نمیذاریم اینجا. اونم پیدا شد. جای یکی از دنس ها خالیه، نه اون که نمیشه. چرا اینطور؟ یه اشتباه کوچیک شد، بریم اونو درست کنیم. یه لحظه صبر کنید. یه دنس چیز میخوام بذارم، دنس خفن اینجا، دنس طلایی میذارم، عیب نداره، طلایی هم بد نیست. یه لحظه ببینیم. پیدا شد. حالا خوبه. اسکین مشتم هر چقدر بخواه 302 تا احساس کنم. دنس یخ داشت، دنساش هم خیلی خفن، خیلی. حالا بریم دنس ها رو ببینیم. دنساش خیلی خفن انصافا. این دنس بعدی دقیقه 90 بود میزنه. حالا بریم یه پروفایلش رو یه چکی بکنیم. پروفایلش هم اینقدر زیاده نمیشه گفت، 1000 تا، خدای من خیلی زیاده انصافا. حالا من 1-2 دقیقه حرف نمیزنم تا این پروفایل پیدا کنم. متاسفانه پیدا نشدید. 2 دقیقه پروفایل خفنشو پیدا کنیم، بتونیشون بده خودتونم بعدن بدونید چه کجاست، بتونید استفاده کنید، بتونید هر سناریو بذارید، هر نوع پرایمی رو بذارید، از پرایم 1 تا 8. من خودم بهترین وی رو گذاشتم، نمیدونم دیگه شما میخواد چی بذارید، نظری ندارم. اینجا که پروفایل ندارم، متاسفانه ندارم. بریم تو چیز رو عجیب غریبی داره، اینا رو ندیدم. چطور؟ حالا دیگه ببین، یه دونه پروفایل شاه واسه ما پیدا شد، یه دونه شد، 2 تا هم شد، 3 تا هم شد. این شاخ هم صافه. این
من هم مال برزیل پیدا کنم خیلی خوبه انصافا، اگه باشه. این نباشم یه دونه دیگه میذاریم، نداره. انصافا این ویدیو رو لایک کنید، خیلی سخت بود تا لینک و آموزش اینا رو تونستم کامل کنم. لینکش تو چنل تلگراممون هست، روبیکامون هست. اگه میخواید تو روبیکامون ببریدش. روبیکامون متاسفانه پرید، ولی یه دونه جدید زدیم ببخشید، این چنل تلگرام جدید زدیم. امیدوارم دیگه روبیکامون هم پرید متاسفانه. گاناشون رو ببینید، خیلی خفنه، بشم خوبه. دنساشون هم که میبینید، دنس دیگه از این خفن‌تر مگه داریم؟ خدا نگاهی دوباره گاناش بکنیم، از سب کنیم. گاناش هم خیلی خفنه. گاناش دیگه خیلی خفن. حالا بچه بریم ترنینگ چیز بریم. متاسفانه یه مشکل کوچولویی داره، شما فقط میتونید ست بزنید و گان بردارید و اینا، نمیتونید هر کاری کنید انمی نمیمیره، هم تو سیسش هم تو بتلش. من خودم امتحان کردم نمیشه، رای نیست متاسفانه. فقط میتونید وسطاش اشغال کنید. حالا بهتون میگم منظورم چرا نمیشه انمی کشت و اینا دیگه. وایسید اینجا دوتا دنس بزنی. نبین بابا تو به ما نمیخوری. چند نفر رو بزنیم. حالا میدونید که ما دیگه سنس و فری کلن عوض شد، این فری عادی نیست، سنس و اینمون پریده، تنظیمات پریده، نمیتونیم درست بازی کنیم، معذرت. بریم داخل رنگ، بریم داخل ترینینگ. بگم منظورم از این که نمیاره بالا چیه؟ نگاه کن، هر چقدر به انمی بزنید نمیبره. اینجا رو نگاه، هر چقدر بزنی انمی چپش هم نیست، به راستش هم نیست متاسفانه، ولی به هر حال دیگه به چپش هم نیست. اینجا که دارید مشاهده میکنید خودتون هم میبینید، اینا دیگه فشاری بازی در میارن. بعدش خیلی چی داریم داره. من دیروز داشتم خودم ترینینگ جرق میزدم، دیدم یه نفر داره دبل سیم تو آسمون واسه خودش میچرخه و راه میره و اینا. دیگه خودم مغزم ارور داد، چه چیتیه. 2 دقیقه صبر کنید من این چیز رو درست کنم، فایلش رو بیارم واسهتون. این که لینکشه، اون سایتی که بهتون میگم باید برید داخل، اونجا نوشته، ولی باید یه کاری انجام بدید. اینجا که مشاهده کنید جلو لینکشه، ما تو چنل تلگرام روبیکامون هم هست، میزنید روش، بعد میزنید رو این چیزه
بعد میزنید رو نصب، چون که من نصب کردم لازم نیست نصب کنم، نمیشه. بعد میاید تو فعلیه خودتون یک کدی وایسید بهتون میگم، یک کدی اینجا بهتون باید بگی بیار دیگه خود سختی. اینجا هست، اینجا میزنید روی این ساخت حساب میکنید، بعد یک کدی اینجا واسه میاره، الان عکسشو بهتون میدم. بعد کد آورد، شما دیگه میرید داخل اون سایت، اون آیدیتون رو میزنید. الان راهنمایی کنم چطور تو سایت برید و این حرفا، الان بهتون میگم دیگه. یه راز صبر کنید اینجا رو ببینید چیه، چیز خاصی نیست. یه راز صبر کنید، من روز هست. خب فیلترمون هم ضعیف داریم. حالا میریم بیرون، باید بریم تو این گوگل. نه بلا من اشتباه رفتم، معذرت. میریم بیرون از گوگل و بعد میریم تو این برنامه و بعد اون لینکی که بهتون میگم رو باید بزنید. واسه من بیام بیرون قبلا داخلش بودم. لینکو من که کپی دارم، شما کپی میکنید اینجا میزنید، لینک رو زدید، میری داخل اسمش چی بود، میری داخل این سایت، اینجا آیدیتون رو میزنید. ما آیدیتون رو قبلا زدم، نه بعضی جاهاش این بستن رو بزنید، ادامه نزنید اصلا به هیچ وجه، وایسید ثانیه‌اش بیاد. و بعضی دفعه ها میره توی سایت دیگه، اون بک رو بزنید برید عقب تا سایتتون عوض نشه. ما نیستیم این دونه بزنیم تا آماده شد. حدود 2 ساعت اون وقت، اما خواستید واسه خودتون اشغالی کنید، اکانتتون رو چرخ بزنید و اینا، بیاید اینجا. فقط 1 ساعت و نیم 2 ساعت مهلت داره. 1 ساعت 2 دقیقه من گرفتم که میبینید. خودتونم مشاهده کردید. تنها چارمون حالا برید عشق کنید، بهترین